چون هر وقته السلام علیکم برادران قند نباتون زنده و سربلند باشین. امروز 1 سپتامبر روز دانش را با تمام مردم سربلند تاجیکستان عزیز تبریک میگم. روز دانش را سرکردگی از وزیر معارف با معاونای وزیر معارف با راهبرهای مکتب‌های عالی با راهبرهای مکتب‌های میانه، خلاصه به همه معلم و معلمه ها با اون نفرانی که در نزد دروازه مکتب ها قلاوری میکنن و پاسبانی میکنن برای تنج آرام گذشتن درس ها سعی کوشش میکنن. با شما با اون مادران و خواهرانی که بر تازه و آزاده نگه داشتن صنف ها و گلگشت ها سعی کوشش میکنن، با شما باز یک بار دیگه با تمام مردم سربلند تاجیکستان تبریک و تهنیت میگم. الله پاک به همه ما و شما عمر دراز، تن صحت، مغز سالم، خوشی های زندگی را نصیب و روزی بگردن و تاجیکستان عزیز ما را همه وقت هم خیلی پیشرفته ترقی کرده همه وقت گل شکوفان بینیم. الله اکبر. خب برادران قندم، امروز نگاه میکنم همه نویرچاکا و ابیرچاکا و حواسچاکا همش با یک گلدسته ها، با یک زیباگی، با یک مثل گل خوشرو با درس رفته استم که خورسندی و حد کنار ندارد و اینو من میبینم به نهایت وقتم خوش میشود، به نهایت باور کن. خب البته سالو یک 20 سال 30 سال اگر عقیب ما نظر کنیم، تاریخ ورق بگردونیم، بسیاری ما خطاگی کردگیم و خطاگی رو نه ما فهمیدیم که دیگر عمر گذشت بر رفت. خطاگی چی بود؟ این خطاگی بابا چی بود؟ بچه شما خطاگی کردگی نیستین؟ شما آیا تماشابین خطاگی کردگی نیستین؟ خطاگی هم کردگی هستین، گناه هم کردگی هستین. فهمیده؟ خیلی خطاگی میکنیم، خطاگی رو اصلاح کردن در کار، گناه میکنیم، گناه ها را توبه کردن در کار. الله پاک ان شاء الله به همه خدا میبخشم. یعنی که شخصا خودی من خطاگی من چی بود که وقتی که دخترکا صنف 8 9 10 میخونم هدا اسقال میبیه ما چیکار میکنه؟ نگاه که ما چیکار چند ساله میگه که این سال مکتب تیور میکنه که با 18 دم درویه و بعد پای تردید شوتی و خیلی بچه همین شو میگیره شو با میکنی صنف 10 بخون برای بایدم بابا پدرها باید یاردم کنن برای همین شخصا دخترکا باید برای در دانشگاه ها بخونن. خودی من همین فرزندم دومانگیر میشن که میگم پدر جان اقلا نموندی که بخونیم یا دکتر شویم اقلا کودکا خودمون مثال همین نزدیکا پیوندو خودمون رو کار کنیم، چون نموندیم بخونیم. حاضر قیامت ناشیده حاضر دومانگیرم میگم گفته ایستم اقلا نموندی که پدر جان در شما دادی ولی ما هیچ جور ندیده بودیم، هیچ جور نمیدونستیم زندگی چیه، شما دادی همین رفتیم باری زندگی بار مشید. اقلا نموندی که یک دوزنده شوی. راست میگم امروز فرزندو از ما دومانگیر میشوند، قیامت ناشیده در همین دنیا دومانگیر میشوند. برای همین من گفتنی هستم که فرزندو رو بریم بخونن، شخصا دخترکا کو ولی میگن 18 سینش به 18 رسیده بعد درف شوش بته و گیجود چی در دوری چی زلون تا یوخی که درف شوش میتی و من برای یک علم و بومزه یک کسب هنر بومزه بعد وای میکنه با شو میکنه. حاضر همین بچه ها کو دخترها خوندگی گرفته ایستن، دختر نخونده رو دیگه نمیگیرن، دختری خوندگی، دختری مکتب خوندگی، دختر یک مکتب عالی خوندگی که با در بالای و جنگ تلاشه که و علم عالی داره باشه باید فرزندان را ما بخونیم. شخصا من اینقدر برای مادران و خواهران نوار میکنم، اینقدر دستگیری میکنم
هیچ وقت هدا نشین برای شکنی هدا نشین. برین اینستیتوتا، برین کالجا دا، دیگه مکتبا دا برین، اول یک علم بآموزین، یک کسبه بآموزین، با برین وای کنین، بخوای شو میکنین، شو اوچرتا زیغ نشین، همه وقتی خیچه میوه. برای همین ما خطاگی کردیم، شما خطاگی نکنین. در پای تربیت نسل نوراست، در پای فرزندی نیک باغی پدر، فرزندی بد داغی پدر گفتگیم. فرزنده که اگر وای علم نداشته باشه، اگر وای مکتب خوندگی نباشه، یگام دانشکده خوندگی نباشه، وای بیسواده، وای حیاتی خیچه برده نمیتونه. هم پودمانم پودمانی دم مگرم حساب کنم گورا. ولی در تمام جواب فرمودم آدما رو قبول میکنن تا اگر گورا حساب کردن نتونی، وای نتونی، هم عقلت نرسد، دانش نداشته باشی، اگر تو کار قبول میکنن. برای همین طلب علم از گهواره تو بگور، از اون گواره تو بگور. نه منم خیلی میخونم که با چندی میدونستگیم سال سوادی کافی هم نداشته باشم، همین قرآن هر سحر بعد نماز میام قرآن حرف کریلیکی خطی میخونم منم شعر رو با میخونم، آیات میکنم و میکنم و حدیث رو میخونم که تو وقتی که ما میخونیم وقتی که خواننده هستیم، جوینده هستیم، ما بریم طالب علم بریم، فرق نداره سینت 100 سالی 80 سالی فرق نداره، خوندم طلب علم از گهواره تا بگور. برای همین خب ما باید فرزنده رو بخونیم، دخترکو رو باید حتما دخترکو باید یک کسب آموزن به شهوار میکنن. برای همین برادرها یک قصه چه که میکنیم که یک وقت من هم میخونده، همین گشتن میخوندم، مثل سیاحت من نغز میبینم میگردم میسوسو. یک وقت خب رفتیم شغنو رفتیم، برای گفتم که تیلو رو چخیل کار میکنم، شغنو کنوی تیلو در همونجایی که ما رفتیم اینجا طویل دره خطی برو اومدیم. خب حضور نوحیه سنگور میگن، برو اومدیم با اصول یک کوی بلنده هم کوده اسم میخمی باز زوادوی تیلو کارخونه سر میشود. همون رای سول ایپرای طویل دره سنگور اونجا رفتیم با ما تیلو کار کردیم. خیلی اویدی با تیلو کار کنیم، با سخنو میکنم. بعد در همونجا وقتی که تیلو رو من خواستم که چخیل کار میکنم ببینم، ده همین کار ارگینال شو ببینم که تیلو چخیل کار کنم، در کف دستم بگیرم تیلو رو. حقیقتا من گرفتم کار کردم، خیلی نوار اولیوهای دیگه نوار من به سهم شما میرسونم. و یک مستفید دیدم که یک زاغنور دستش ده همین کنده، باور که قریب یکی 2 متر هم خیلی چخری کنده، همونجا سنگو رو لامو قطعی برورده است، همونجا مثال همو سنگریزه ها رو قمار رو گرفته ستیل قطعی برده، در اونجا خیلی جو کردگی نماد قطعی سنگو رو برده ریخته تیلو کار کشیده. و من گفتم که بابا چند ساله؟ گفت زیاده 70 ده کنم، نمیدونم 70 چند ساله. و من گفتم بخی فرزندو هست. و خندیده گفت که برادر گفت ما یا عهد پیمان کردگیم. گفتم چی عهد پیمانه؟ چی آخی؟ پیسه میگیری نمیگیری؟ سروی چیکار آخی؟ این کاری مهنتی سنگینه کردی؟ گفت یا نبیرچه دارم و شغلم دوشنبه میره که دوشنبه ده گفت رفت دواداو کرد، همین دواداو کرد گفت که من اینستیتوت داخل میشم بابا جان. با من عهد کردم که گفتم اگر همین تو اینستیتوت داخل شوی، همین کنیشکای پنسیونری من ایتو 700 سوم پنسه میگیرم. خدا اگه با من عمر داده باشه تا وقتی که تو همین دیپلم تا گرفتی، همین پنسه من ایتو 700 سوم. بعد گفت داخل شید اینستیتوت خونده است، پنسه من هوای دادگیم 700 سوم. نگه گفت برادر 700 سوم برای استودنت هیچی نمیشه. من که وای بگردن گرفتم، این همجا تیلو کار میکنم، همین تیلو رو میفروشم، همون نبیره فرزند نبیره فرزند دانه، نبیره مغزی دانه. برای همون نبیرم که ما بودو در اونجا عذاب نکشه، در
دانشگاه از عمر کشه ما فکری هم خاطی کار میکنم من خیلی بردم بخواتم که تو که همین نبیره ما فردو студент фардо як ана олим шаву биёя як роҳи зиндагиша биёву як меҳнати ҳалол қати кору фаъолият кана. Ман ин Мустафиди Шугновӣ суҳбатҳои мо бо ӯ буд. Барои чӣ? Барои набираш кор мекард ки набираш студент буд. Абаша морам барои набираҳо абираҳо бояд сай кушуш кинем, бояд ёрдам кинем, бояд раҳпулӣ битем, бояд хӯрокпулӣ битем. Хел нест. Зиндаву сарбуланд бошем, видеоҳои боборо дастгирӣ кинен, пайгирӣ кинен.